این جوانی آرزوی کودکی من نبود. یه روز تابستونی دیگه مربی انرژی مثبتم تو این استا گفته روزت رو با انرژی مثبت شروع کن. من میرم صبحونه بخورم که یه بیدو به قصد بمباران کشورم از بالا سرم رد میشه. این عادیه چون اینجا ایرانه. من هر روز به سر کار میرم و با نهایت توان و جونم کار میکنم، ولی همچنان توقع حسابکارم ازم بالاست و درخواستاش مثل آب دریا بی انتهاست. یه روز حقوقم رو کم میکنه، یه روز چند ساعت اضافه کاری بدون حقوق نگه میداره و به اجبار باید روزهای تعطیل هم کار کرد، ولی همچنان حقوقم از حداقل دریافتی کمتره و بیمم هم نمیکنه. به حرفش هم یه چیزه: اگه نمیخوای برو یه کار دیگه پیدا کن. راست میگه، هیچ کار دیگه ای وجود نداره. مجبور به کارم چون پول میخوام. وقتی که میام خونه به اون دوستم که همیشه باش میگم و میخندم یه زنگ میزنم. با هم میریم بیرون، به هم مواد تعارف میکنه. قبول نمیکنم و یکم بحثمون میشه و میام خونه و احتمالا با این دوستم رابطم تمام شده. با تنها دوستم رابطم تمام شده. غذا میخورم، میرم سر کار، میام خونه میخوابم. جالبه که کل روز توی یه جعبه کار میکنم و برای استراحت میرم به یه جعبه دیگه. حقوقم زیاد نیست، ولی برای همین حقوقم یه مبلغ رو پس انداز میکنم. میخوام یه کامپیوتر بخرم. یه ماه باش فاصله دارم. ماه بعد با اینکه پس انداز کردم ولی فاصلم شده 2 ماه. عیبی نداره، 2 ماه هم صبر میکنم. حدس بزن چی شد؟ فاصلم باش شد 1 سال. دارم کی رو گول میزنم. 1 سال بعد فاصلم باش میشه 5 سال. بیخیال. بذار یکم توی گوشی شکستم بگردم تا حالم بهتر شه. من با حقوق 1 روز هم تونستم کل فروشگاه رو بخرم. از همشون بدم میاد. گوشی رو میندازم کنار. من واقعا کیم؟ از خونه که در میای بیرون، مردم یا دارن مواد میکشن یا مست میکنن. 2 طرف به همدیگه به چشم یک حیوان نگاه میکنن. همون اندازه پست، همون اندازه حقیر. حقم از جوانیم همون اندازه خوردن و خوابیدنه. بقیه‌اش رو باید برای ارباب ها کار کنم، همونایی که کمربندشون بسته نمیشه. روند زندگیمون بسته به یه میکروفون و یه آدم کدشلواری. آرزوامون رو فقط میتونیم توی گوشی داشته باشیم. واقعا باید چی کار کرد؟ راه حل چیه؟